این مسئله سلفیتی چیزی گفت 200% کفری میدن. مسئله سلفیه را احتیاط میباشد. شکل خدا وقتی که ما خطر سلفی را بگیریم ما هیچ کنه خطر سلفی را قبول می‌کنیم. اولی که اومده بودیم دایی ما تاکید میکردیم که جوانها همه باید کوشش کنند که های مذهب بیرون نبرند. به مذهبی خدا نگه دارد آهسته آهسته انسان را به بی‌دینی میبرد. یک روز یک برادر سوال کرد که مردم همین خیلی تصور میکنند. پرسید که داملا سلفی ها و شیعه ها کرده خوبتر نه؟ سوال کردن. در جواب گفتم که نه. چه معنی نیست؟ گفتم که هر دیش گروهی بده. شیعه هم بده، سلفی هم بده. در سلفیت خوبی نیست، بده. همه قدر است که بدی سلفی ای بدی شیعه برطرف کرد. هر دیش بده. بعد برای فهموندن گفتمش که اصلا نگه کنیم سلفی دادن شیعه. چند مثال آوردم. در مذهب شیعه کسی 3 طلاق کنه اصلا طلاقش نشده است. هیچ چیزی نیست. 3 حساب نیست. سلفی دادن شیعه در سلفی 3 طلاق نیست، 3 را 1 حساب میکنه. دیدی چند تا نزدیکی دارن. وگرنه در 4 مذهب اهل سنت و جماعت همه اجماع دارن که 3 است. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به این مسئله اجماع شده است. غیر سلفی ها 3 را 1 میگن، شیعه 3 را هیچ. دوم سلفی ها دادن شیعه هم دلیلش این است که شیعه اصلا تراویح نمیخونن، سلفی 8 رکعت میخونن. در حالی که با اجماع صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمان حضرت عمر هم 20 رکعت میخونن. و در ماه رمضان گفتن دلیل که سلفی ها میگن دلیل نماز تهجد است. چون که حضرت عایشه فرمودی نماز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان. سوم شیعه ها در پای دوش در طهارت مکث میکشن، سلفی ها در جلوی کم مکث میکشن. چیزی که در نزد یگان مذهب در جلوی تنک مکث کشیدن درست نیست. حدیثی که هست حدیث اصلا ضعیف است، با وجود ضعیف بودنش تمام فقها میگن که در جورت در اون صورت مکث کشیدن میشود که شرایط و علتهایی که در معصیت یافت میشود. به بستن یکان چیز در پا باشد بستد، تنک نباشد که آوا بکشد، 1 میل یعنی قریب 2 کیلومتر با اون راه گشته بشود. بعد اون حکم معصیت دارد. همه یاران اتفاق دارن غیر سلفی و سلفی چون که دادن شیعه و در پولیس یا در نکرد فقط تد باید فرق کنند. 4 علامات ظاهری شیعه این است که صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شام می‌گیرند. سلفی ها یا وجبی برکردن در شام می‌گیرند لیکن یگان کار صحابه را قبول ندارند. میگن که تراویح عمر کرده نمیگیرند. 3 طلاق هم در زمان عمر رو نمیگیرند. در جمعه میگن عثمان یا بدعت که زیاد کرد که اعظام میگن در بیرون رو نباشه یا اعظام بود. گرمی صحابه که بیاری میگو که حضرت عمر بن العاص در گردن فرزندش شما کشافتن میگه اون صحابه به حرمتی نسبت به صحابه و گونه دیگرش دشنام رو نمیکنه و دسته نمیگیره. دو به عدد باشند یا در قدرش حقارت نیست بگه که گرد تماما نمیگیرم این فرزندی که گرد بگه گرد نمیگیرم فرمان بردار بکنه همین هم بدبخت ہے. فقط همین کردی بدبختی شاید او گریه وجبی برکرده وگر همین هم بدبخت ہے. چین صحابه را در شام بطیه بدر چین که سهن صحابه را در نزد مردم به اعتبار کنند و دیگر باشه شاهد باشه وقتی که نام صحابه را میگنن نه حضرت میگن نه رضی الله عنه میگن ابو هریره میگن میگوی خود جورت باشد نه باید جیب بازی کرده شما نسبت به صحابه پیغمبر احترام که نتون نسبت به امام ابو حنیفه تعیین احترام ندارد یا بسیار به ادبان به ادبی یا شما دیدگی نیست یا ما دیدگی
همینجا میآید که مسلمان را کافر میگن، این راست میگن. بعض طایفه که درجه احمدی که میگه حنفی و کافرن برای اینکه در نماز و الحمد نمیکنن، خوندن الحمد فرضه، ترک فرض میشه یا بنمازن. و هر حال این مسئله را جدی گیره، دیدی کمترین دگرگونی در فرزند هست، بگی بهش یا عالم باید بفهمون. جوانای ما بیسوادن، بشارو ندارن، آیا طرف علمای مذهب هم خوازو میدن نیستن که بتونن ذهنهای خاله این مردم رو بشاره رفتار کنن، از طرفی پرش میشنن. میدونم چند قدره که انسان با غذای شکمسیر کردن پیاز دارد و غذایی که باید رو شرطیت ندارد. اگر با مذهبی اجازت نداشته باشه که بکن به نظر پرش میکنن. آن زمانه هستید که کتاب نمیگرن روا ای همین شیشتگی و اینترنت طرفی سرش پر کیسه است یا شیعه سرش پر میکنن. وظیفه علما آمد چند حیف این دور کنه رسد